به همت سازمان همکاری شانگهای، فضانوردان چینی در مراسمی با دانش آموزان کشورهای عضو و ناظر این سازمان دیدار و گفتگو کردند. دبیرکل سازمان همکاری شانگهای در این مراسم در سخنانی گفت این مراسم با هدف آشنایی دانش آموزان با فعالیت فضانوردان و همچنین برنامه فضایی سرنشیندار چین برگزار شده است. ایستگاه‌های فضایی بستر خوبی برای آزمایش‌های علمی نوجوانان است و آنها از این طریق اشتیاق بیشتری به علم و فناوری پیدا می‌کنند. آنها فضانوردان را می‌بینند، با آنها ارتباط برقرار می‌کنند و محرک خوبی برای رشد دانش آموزان است. دانش آموزان مقیم پکن و همچنین دانش آموزان از کشورهای مختلف توانستند از طریق ارتباط مستقیم با ایستگاه فضایی چین سوالات خود را از فضانوردان مطرح کنند. جمهوری اسلامی ایران هم در این مراسم حضوری فعال داشت. استراتژی 3 مرحله‌ای برنامه فضایی سرنشیندار، ابتدا فرستادن فضانوردان به فضا، اطمینان از بازگشت ایمن آنها، توسعه تاکتیک‌ها و فناوری پیشرفته پرواز فضایی و راه‌اندازی ایستگاه فضایی دائم است. همچنین فضانوردان چینی در ارتباطی مستقیم گزارشی از وضعیت ایستگاه فضایی چین را برای دانش آموزان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ارائه دادند. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، پکن. Okay, thank you all. 好的，谢谢大家，我们今天的最后会。